دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدیم به قسمت سوم از سری هاردکور. امروز قراره که بریم یه سری به ندر بزنیم، قراره که فورترس رو واسشن پیدا کنیم چون بلیز و اسمتینگ تمپلت میخوایم برای قوی کردن خودمون. خلاصه که قراره کلی کار انجام بدیم، پس حتما تا آخر ویدیو همراهمون باشید و کانال ما رو هم به دوستاتون معرفی کنید. دمتونم گرم. ولی قبل از شروع حتما ویدیو لایک کن، یک کامنت هم بذار، این سابم بزن، زنگوله 20 ها بشن. دمتم والله چیزی ازت کم نمیشه، وقتی هم ازت نمیگیره. بزن، دمتم گرم. خب یه فارم نصف نیمه اینجا داریم، دیگه نداریم. این نام خیلی زیاد شدم، به زودی باید فارم آهن بزنیم، خیلی آهن میخوایم. اگه شما لایک کنید پس لایک رو بزن. صبحم که شد میریم چوب میزنیم. خب این از این رو میکاریم. حالا این چوبا رو میدیم به ویلیجرهای دیوانه و احمق بفروشیم. خیلی هم عالی. خب بریم پیش ویلیجرها که بهشون بفروشیم. سلام ویلیجرها، اومدم کلا سرتون بذارم. کنم اونا الان میخوان کلا سر من بذارم. خب نه، حرفمو پس میگم. خب اینا رو تبدیل میکنیم به استیک، میفروشیم به این داشون. یه دونم بو ازش میخریم که دیگه اعتراض نکنه. داداش چه خبرته؟ مگه پولت خونه پیرته؟ خب وسایلمون رو میذاریم تو چست که من میریم گشت و گذار میکنیم. اولا میریم یه ذره سر به دامداریمون بزنیم، ببینیم اوضاع از چه قراره. خب تعدادشون خیلی کمه، یه ذره بریم گندم بزنیم. اینا هم که همینجور داره کار میکنه. ای بابا، ولی درست شد. خب بریم یه ذره گندم درو کنیم. اینم از آخرش. خب الان ما باید به دنبال یه سری وسایل باشیم، ولی خب قبل حساب کنم من اینا رو بهشون بفروشم. چه خبره؟ آقا اینا خیلی دارن گیر میپوشن، ما خیلی ازشون دور بشیم. شاید یکم اردم پایین، ما یکم میریم از اینجا دور بشیم. خب دور شدیم و برگشتیم، این وسایلمون رو خالی میکنیم. هم لایک رو بزن. حالا میریم پیششون ببینیم آیا قیمتشون درست شده یا نشده. ما که شانس نداریم، میریم گرونتر کردن.
اگه گیرون بفروشن یکی یکیشونو میکشن. حالا دیگه خود دانه. ما به obsidian نیاز داریم برای اینکه بتونیم بریم ندر. خب قبلش سب من یه دونه مپ درست کنم دوباره. خب ماشاءالله کاغذ کم بریم. خب دوباره در شب میشه. تخته رو برم داریم رو همین هم میخواد. خب obsidian رو گرفتیم. خب obsidian رو گرفتیم. حالا دیگه بریم پورتالمون رو کاملش کنیم. این از اینم از آخریش حساب یاد نره. اینا رو میذاریم داخل. خب خالی شدیم. اینا رو میذاریم اینجا بپزه. میذاریم اینجا. خیلی هم حالا تو قسمت بعدی حتما کاملش بخوابیم دوباره. خب حالا وقتشه که بریم پورتالمون رو روشن کنیم. فقط غذا میخوایم. بریم ببینیم ویلیجرها ارزون نشدن، ما بریم یه سری چیز بهشون بفروشیم. این رو روشن میکنیم. سب کن جلو شب رو ببندم یکو پیگلینی چیزی نیاد داخل بیچاره بشیم. ما که شانس نداریم. یه دونه اینجوری میذاریم، یه دونه اینجوری. حالا خوبه. حالا برای اینکه یکم قشنگتر بشه اینقدر ضایع نباشه اینا رو اینطوری میذاریم. نه اینو که نه. اینا رو باز کن. خیلی هم خالی. حالا یه دونه از اینا رو باید اینطوری بذاریم. آخری ها رو هم باید اینطوری بذاریم. بابا باید اینطوری بذاریم. اینو هم میکنیم. خب این از در پورتالمون هیچ موجودی نمیتونه بیاد. حالا میریم به این مهندسان یه ذره چیزی بفروشیم. خدا کنه که چیزاشونو ارزون کرده باشن. این که همونه.
بابا بالاخره هورا، بالاخره ارزون شدم. خیلی هم عالی. اینا باز شد، ما اینا نیاز نداریم، فقط چند تا کدو میخریم. او اینم ارزون شده، چقدر عالی. صبر کن یه دونه دیگه از اینه که کتاب میفروشم بسازیم. خب این از این. چند تا اسلب میسازیم و اینم هست. خب کی میخواد کتاب خوب به اون بده؟ بالاخره پاور 5 یه استک امرالد میخواد. خدا رحم کنه. دیگه بریم ندر. شما زیاد به این پشت یکم اصلا دقت نکنید. خب این هم ندر، جای خوبی اسپان شدیم. سیفه. فقط مشکل اینه که چطور بریم پایین و راه کشی کنیم. پس اینجا رو یکم خالی کنیم. پورتال کو اینجا یه دونه پله میزنیم، این دور و برا رو کم باز میکنیم. اینا از بلاک. حالا یه راه کشی کنیم به اون. خب اولین آیتمی که توی ندر به دست آوردیم و برمی‌داریم. همه چی معلومه، خیلی هم عالی. بالاخره چند تا بلیز کشتیم. فورترس بالاخره پیدا کردیم. یا بفرد چقدر زیاد شدم. فرار. اینو پات کجا رفتم؟ اون نگاه. وای نه، تیرم تموم شد. یه تیر ندارم. الان وقت فراره برقراره. شانس آوردیم. حمله. خوبه 2 تا تیر گرفتیم.
یه چرا نمیمیرم؟ بمیر دیگه، جون ندارم. وای نمیرم. این فکر نکنم مثل اسپانر اوورورد باشه. خب نه، جواب منفیه. وای نمیرم. آقا ولش کن، فرار کنیم بهتره. از کدوم ور باید برم؟ همه جا هم که بومبسته. باید یادیم بسچن پیدا کنیم. خب دیگه بریم بالا دور فورترس. من بسیه میخوام. ای بابا فکر کنم خیلی دیوار راه برم. سردی او بالاخره بسیه نه. تیرم که دارم خوبه، همه‌شونو میزنم. این از اولیش، اینم از دومیش، اینم از سومیش. اینو هم که خداحافظ. دیگه بریم اینجا لوت کنیم. لوت خیلی قدرتمند. خب این از این. چرا احساس میکنم بالای زیر اتاقه؟ سب کن الان معلوم میشه. اینو میذارم اینجا. حالا میریم بالا. بجینه واقعا اینجا اتاقه. اوه چستاش ایناش. سب کن من اینو رو بکشم. دو تا هم هست. ای بابا اون یکیشون کو؟ آیناش. بمیر. تو در برابر من هیچی نیستی. خدا کن تا همین اول چشم اسمیتینگ تمپلیت پیدا کنم دیگه از ندر برم بیرون. فقط برم بیرون. خب فقط یه دونه انشنت پریز داشت. خب نداشت. لایه شدیم به فنا رفتیم. بدبخت شدیم. کراینگ ابسیدین دیسکشو فکر نکنم لازم داشته باشه. سب کنیم پایین هیچی نداره. خب فکر کنم دارم به یه جای جدیدی میرسم. نمیدونم اینجور حسی دارم. نمیدونم چرا شو تو کامنت ها بگو. خب نه برگشتم اونجای قبلی. شانس که نداریم. همش گوشته.
رسوندم، پس باید اونورم یه دونه دیگه باشه. یا بالفرض مبلغ شد. چه نیومدن؟ این دوتا اونجاسی میگن بمیر که به یه تیر بهم بودن بدبخت. دارم یم بپر بالا. خب نیومد. اونا اصلا اینجا گیرم. حالا دیگه خیلی راحت تو میزنیم. این از کجا مرد؟ بذار با تیرکمون بزنم. خب ای بابا آخه تو چطوری از اونجا داری به من تیر میزنی مرد حسابی؟ یه فکر کنم تموم شد. این دیگه آخریشه که بریم داخل. هم ببند اینم ببند. ای بابا اینو بپوشیم بهتر. کسی نیست؟ نه. ای وای دوباره به اسکلتون اینجا وایسیده نگاهمونم نمیکن. بابا دیگه جلوم بسته بود، تو چطور دیگه زدی؟ آقا اسکلتون هم چیتر شدن. خداوند و با اذن خودت این چست گرانبها را اسم تینگ تمپلیت بذار. اولی که نداشت. دومی هم نداشت. ای با اینم نداشت متاسفانه. حالا قراره تو راه برگشت جیر بخوریم. دوباره باید اون همه وقت بذارم یه دونه دیگه بسشن پیدا کنم. یعنی هیچ گونه اتاق دیگه نیست. ای بابا سکون بالا رو من اصلا نرفتم. بذار یکم بریم بالا، شاید بالا یه چیزی باشه. لودستون برای اولین بارم تو زندگیم توی یه چیز لودستون میبینم. همیشه ندرایت میدیم ولی لودستون رو نمیدیدیم. اونورش نداره. خب نداره. آقا دیگه وقتش برگردیم. خب از راهی که کندیم برمیگردیم. شاید یه دونه دیگه تونستیم پیدا کنیم. Damn, son.
Okay, come on. Oh, yes! 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 Come on! Yes, okay. Yes. یه دونه پورتال خوب از همینجا برمیگردیم خونه. داداش شما دیگه باز نشسته، خداحافظ شما. او 4 تا obsidian داخل داره، یه دونه فقط از اینا داره. 4 تا اینا رو باید بریم بک. بریم خونه اخجون. خب با بدبختی برگشتیم خونه. من 1000 بلاک انداخته اون ور، با بدبختی برگشتم. پس لایکو بذار، سابم بکن، کامنت هم بذار، دمت هم گرم. بعد از سالها، بعد از ماها، بالاخره من 2 تا دونه اسمتینگ تمپلیت پیدا کردم. دیگه ندارد کردم میره برای پارت بعد. لایک کن تا زودتر پارت بعد رو بذار. به والله وقتت نمیگیره. این لایک 20 رو بزن، معرفی کن. مگه من میخوام پولم بدی؟ قصورت میاد. لایک رو بزن. واسه اینم میخواستم بذارم. اینو میذاریم، اینم میپاچونیم گرش. خیلی هم عالی. چیزای خوبی گرفتیم. ولی خب باز بهتون میگم، خب دوستان امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو نبرده باشید. لایک رو بزن، کامنت هم بذار، ساب هم بزن، زنگولش هم بزن، کلا همه کاری بکن.
پارت بعدی قراره خودمو جیر بدم پس صبح یاد نره. خلاصه که خودمون رو جیر دادیم، اینجا رو درست کردیم. تا ویدیو بعدی خداحافظ همگیتون.